کی دریابم و بین بیسم اتمی ملکی و خیارو. سلام برادرها، منت نشواینا. اومدیم یک جا در پایون در نوار نگرفتیم، در کانال محمد تماشاش کنیم. وقتی 89 نام داره. پایون همیشه گفتیم نه کندنش خیلی یک کلان بود. کندیم او هوی کردیم او رفت. اومدیم که همینجا هم کمتر بکسوات کردگیان یخ کردگی. وقتی که میگذری چخلای صاحب ماشین که باشی، شفیار باش صاحب ماشین باشی، درد میگیره وقتی که در جاهای بیزید میره. برای این بچه را فروردیم همجا را کمتر بکنم چون یک یامای چخری کلان شده بود. محمد قطی رحیم بکن همجا را رجلش کنم چه خوب میشه. بچه هم گفتن که بهترین ثواب میای. میخلای انتظار این که بولدوزر بیاید ای کانتیلو بیان بروانش. کانتیلو خوبه نه با پشت دیگرو که مونی راحت محکم میمونه. اگر در یک دهه 100 کس باشه، اگر 10 کسش هم خیلی کم کم راه را کم کم یکی راستی خونه تا یکی یک جوکی گذشتی بیکار خوی در زمستون چیکاره گومل که میدوزی میگردی تمام. بعد که کردن گومل یک ساعت 2 ساعت بیکاری یا راه اساس کن، یک کاری ثواب کن برای خودت، راه تا روشن کن. یک برادر نقل کرد گفت که وقتی که انسان تولد میشوه برای او در بهشت قصر تیار است، لیکن در دوزخ جا نداره. انا وقتی که تولد شدی با بویا رسیدن گرفتی، کلان شدن گرفتی، دوزخ تا خودت میسازی. انا برای همون حرکت بکنی ان شاء الله کار ثواب کنی، ان شاء الله که راه سفید میشه. برادر گپ خوب گفتی، بهترین گپ گفتی. یکی من استودام فکر کام دا می خدم میشود. اکثریتی کلی همین من خدم 99 دیشت که اونم همین خیلی